منوی امروز جوجه با استخوان. بهتره برای درست کردن جوجه با استخوان از مرغای کوچیک 600 گرمی استفاده کنید. روش صحیح خرد کردنش کاملا تو تصویر مشخصه. روم رو ببرید، استخوان وسطش رو جدا کنید، گردن هم جدا کنید، سینه رو از وسط 2 قسمت بکنید، بال رو جدا بکنید. روی سینه مرغ یه برش ایجاد بکنید، بعد با دست روش بکوبید، رونا رو هم چند تا چاک بزنید. به این ترتیب مرغ آماده است که بریم مزه دارش بکنیم. برای مزه دار کردنش اول از همه زعفرون رو بزنید و بذارید یه چند ساعتی استراحت کنید که زعفرون کاملا به خورد مرغ بره. بعد از اون بهش پیاز خلالی، آب لیمو ترش تازه، نمک بزنید. من یه عصاره دودی میزنم که مایه است، خیلی خوش طعمش میکنه. اگه دوست داشتین میتونید توی این مرحله بهش فلفل دلمه‌ای هم بزنید تا طعمدار بشه. قبل از به سیخ کشیدن جوجه تمام پیازا رو جدا بکنید. ابتدا سینه مرغ و بعد رون و در نهایت بال رو داخل یه سیخ بزنید، یعنی هر یه مرغ کوچیک کاملا داخل یه سیخ میره. آماده است که کباب بشه. من میترام، ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودید و مرسی که این پست رو لایک و سیو میکنید و برای دوستاتون ارسال میکنید و مرسی که کانال منو سابسکرایب میکنید.